بچه چطورید؟ به چنل من خوش اومدید. بچه ها امروز اومدیم شیر کاکائو درست کنیم. الان ساعت چنده؟ صبر کنید. ساعت 12:04 است. ما میخوایم بریم شیر رو گرم کنیم. شیر اینجاست. این شیره. اینم لیوانیه که میخوام توش شیر کاکائو بریزم. من برم شیر رو داغ کنم تا شیر کاکائو رو بیایم درست کنیم. بچه یه فکری به سرم زد. گفتم بیایم با هم درست کنیم. گفتم بیارم شما هم ببینید چجوری درست. فکر میکنم کار بیایید. سلام. شما رو بیارم. پایتون رو بیارم. پایه شما اینه. پایه خیلی خوشگل. منو باید ببینید سرگاز. خب بچه ها اینجا شیر رو بردم. درشم باز کردم. من تو از این دم کنی دم بکنم چون که باید ریختمش تو این. نمیتونم بهتون نشون بدم. میریزم. شیر کاکائو داغ. این تا جوش بیاد من اینو بذارم تو یخچال. من بیایید بذاریم اینجا. لیوانمون رو میاریم. شیر کاکائو تو یخچاله. کاکائوش تو یخچاله. بعدش ما اینم کاکائو. چه بوی خوب میده. واقعا بوی خوب میده. اینو من قبلا باز کردم. یه بار استفاده کردم واقعا زیاد بود. اینو کم کم باید استفاده کرد. ولی خیلی دیشتری میشه. یارانتون جلوتر. یه ثانیه صبر کنید بچه یه طوری گذاشتم دیرتر داغ بشه ولی دستش داغ نشه که بسوزن. البته من حوله دارم. دستمال دارم. دستمالم بیارم. شما رو تنها میذاریم بچه ها. سلام. این دستماله به عنوان دستگیر رو گم کردم. نمیدونم گم کنه خونه. دستم سوخت. فقط ثابت وای سادگیش جونی مادر. ثابت وای نمیشه بخودم. بعد
دستم میزوزه. بچه ها شیر اینجاست. سوال نشه این قوری آب جوشه. همین الان از خواب بیدار شد. باید بیام عقب‌تر که دستم به اینجا برسه، چون که اینجا خاموش میکنم. زیاده داغ نشد خودش، دستایش زیاده داغ نشد، همین اصلا لازم نداشتم. این لیوان همه درش هم صرف کنید. اول اینجا بذاریم که رو زدیم. خب یه ذره دیگه باید داغ کرد. چون این خیلی کوچولوه، خیلی کوچولوه. این لیوان به عرض اینقدر میخواد اونقدر پر کنم. بریم دوباره شیر رو بیاریم. بچه شیر رو آوردم. ما شیر رو چون که از خود لبنیاتی میخریم زود تموم میکنیم و خیلی بهتره. شیر بیرون چون که تاریخ داره بده دیگه. من و بابا مثلا من قهوه درست میکنم، شیر قهوه چیزی آره دستگاه قهوه سازم. میخواید نشونش میدم. اینو من برم بزنم تو یخچال. اومدم سکنید بهتون نشون بدم دستگاه قهوه سازم. خودکنش هم داریم. این دستگاه قهوه ساز اینم خودکن. این شیر داغ کنم داره. البته من چون که کف شیر رو کف میکنه بدم، ولی بعضی موقع میخورم خوبه. آها اینم داغ کنم. یه چیزی مثلا میخواد اینو ثابت نگه داره. آها ثابت نگه داشت، چه عجب. برای اولین بار این برای اینکه داغ نشه این درشو میذاره. درش یعنی اینم نیست برای که سرد نشه درشو میذاریم. حالا میذاریم دیگه که هوا از اینجا. بچه این مارکه اگه دوست دارید بخرید. من این واقعا برای چند بار استفاده است دیگه. من اونجوری که بخوام کلشو بریزم انقدر شیرین میشه که نگو. من نصفشو میریزم انقدر شیرین میشه، خوشمزه میشه، ولی من باید چند باری که بار بخورم. من یه نمیدونم. و بچه ها ببخشید که چند روز اصلا ویدیو نمیذاشتم. صرف بازیام بودم و اون بازی ها رو داشتم چیز میکردم، بازی میکردم لونم بره بالاتر. فکر کنم فهمیده باشید تا الان اون بازی اسمش چیه. حالا آره دیگه. حالا نمیتونم واسه تون ویدیو بلد نیستم با اون اینجوری که بذارم که اون بازی هم معلوم بشه و اگر میذاشتم.
آره با این داکنش کال آف دیوتی بازی خوبه، واقعا بازی خوبیه. شما هم نصیحت میکنم بریزید. کسایی که نریختن کسایی که ریختن که هیچ دان یه دوئل با من. البته اسممو نداری. این که دستشم داغ شد چون که تیر نزنم وای دستم سوخت. برم بریزم این حالا شد شیر زیاد. اینجا رو باش پاک میکنیم. خب حالا کاکائومون رو میریزیم. این هنوز هم داره توش ونگر من نمیتونم باش. یه مزه کنم ببینم شیرینیش کمه زیاده. خوبه. ظرف شدیم بچه‌ای رو دستم سوخت. ظرفشوی خانه. بله بچه‌ای بود تعجب نکنید بینید ظرفشوی ظرف رو شستیم. یکم به هم زدم. اینم بذاریم توی خب چیز خاصی نیست. درد همیشگی منه. صبر کن من چجوری ورتون اینو ورمیدارم پایتون رو ورمیدارم. حالا این پایه رو میذاریم اینجا بریم. چون اینجا اتاق منه. اینجا میز کارم. پشتش هم دکور. این عروسکم خیلی دوست داره.
حالا باتری نداره، من اگر دستشو فشار بدم، پدرم اومد، دستشو فشار بدم دلش رنگدار میشه. بچه‌ها تا یه ویدیوی دیگه با من، خدا نگهدار.